من خودم دانشگاه نرفتم ولی میخوام یه میکاپ دانشجویی خیلی شیک بهتون یاد بدم که میتونید برای سرکار رفتن یا روزانه این میکاپ رو انجام بدید. اول از همه پوستم رو آبرسانی میکنم، دور چشم میزنم و بعد میرم سراغ ضد آفتاب که روزانه حتما باید ضد آفتابتون رو بزنید و بعد برید بیرون. توی این مرحله از یه کانسیلر همرنگ پوستم استفاده میکنم. به این نکته توجه کنید و قسمتایی که لک و تیرگی دارم از کانسیلر میزنم و بعد با انگشتم بلندش میکنم. میرم سراغ مهمترین مرحله این میکاپ. از تینت استفاده میکنم. شرط می‌بندم تینت رولی تا حالا ندیده بودید بچه‌ها، خیلی خوبه. این تینت که دارم از برند آیدا بیوتیه، خیلی خوش رنگه و اینکه خیلی راحت میتونید ازش استفاده کنید و دیگه نگران این نیستم که تینتم بخواد بریزه درشو باز کنم. روی گونه و لبم از این تینت میزنم و با انگشت پخش میکنم. زیر چشمم یه کوچولو با پودر خشک میکنم که خط نیفته. روی گونه هامم یه ذره هایلایتر میزنم که انگار یه برق طبیعی روی پوستم هست. از همون هایلایتر پشت چشمم میزنم.